سلام، من علی فرامرزی هستم. اومدم براتون باز و بسته کردن یک چایساز رو آموزش بدم. چایساز همینطور که میبینید اینجا جای کتریش و قوریش هست و این خود یک سینی چایسازه. خب ما اول برای تستش این رو برق میزنیم. خب میبینیم که روشن شد. خب حالا میریم برای باز کردنش. ما رو برق میکنیم، کابل برقش رو از سینی جدا میکنیم. خب پشتش میبینیم که چند تا پیچ هست. ما پیچ ها رو باز میکنیم. خب بعد اینکه تمام پیچ‌ها رو باز کردیم، قاب رو به آرومی برمی‌داریم. مواظب باشین موقعی که قاب رو برمی‌دارین به صفحه بالایی چسبیده. مواظب باشین که اتصال سیم ها قطع نشه. که این سیم ها با اتصالات به هم وصلن. ما اینها رو به صورت کشویی در میاد و ما اینها رو جدا میکنیم. اتصالات اینجا کشویی سیم ها وصله. اینجا میبینید که یک برد نمایشگر داره و این دکمه های اتصالا هستن و این نمایشگرش هست. در اینجا کابل برق وصل میشه و یک برد اصلی داریم. در اینجا هم یک هیت سینک داریم که به زیر قوری وصل میشه. اینجا هم که همونطور میبینید از اینجا همونطور که میبینید زیر کتری یک المنت داره که با وصل شدن به این زیر المنت میاد و به این وصل میشه و المنت وقتی به این وصل میشه المنت فعال میشه. خب ما به جایی که برق وصل میشد سوکت داشتیم که سوکتاشو کندیم. همونطور گفتم این سوکت نمایشگر که با یک کاب به برد اصلی وصل شده. همونطور که ببینید از این برد اصلی خازن، رگولاتور، فازر، مقاومت، دیودها و دیگه اجزایی که روی برد اصلی قرار دارن. میبینید کابل برق از اینجا وصله به این هیت سینک هست. 4 تا پایه داره، 3 تا و این 4 تا پایه داره که این رو به اینجا گیر میده که این باز نشه. 4 تا پایه داره که این وصل میشه این باز میشه و این هم که میبینید برد اصلی وصل شده
و باعث گرم موندن. خب میبینید که این صفحه و این صفحه بیرونی شیشه‌ای و اون پلاستیکی، این هیتسینک با یک کابل برقی که وصل شده به این صفحه پلاستیکی باعث گرم موندن قوری میکنه. و یه دونه پایه وسط داره و یه پایه مثبت و منفی که کنارش هستن که همزمان از این پایه، این دوتا پایه‌ای که به کتری وصله، این دوتا پایه دوتا سر دارن که هم یک سر دیگه اینها به برق وصله و یک سر این دوتا به قوری وصله. یک سر این دوتا به برق وصله و یک سر اینها به قوری وصله، یک مثبت و یک منفی. و این کابل وسط هم که میبینید، این کابل وسط پایه زمینشونه، این پایه زمینشونه که مستقیم به پایه وسط کابل برق وصل میشه که وقتی ما کتری رو روی میذاریم، اون المنتی که توش داره چون به برق وصل میشه، با اون المنتی که داره باعث گرم شدن میشه و آب به جوش میاد. وصل میکنیم. همونطور که گفتم کابل زرد برای پایه زمینش و پایه وسط، و این هم پایه کناری. خب ما اینو سر جاش میذاریم. خب ما اینو بس کردیم.
خب اینو به برق میزنیم و تست میکنیم. بله میبینی سالم نه کار. با تشکر از توجه شما.